راه بده دیگه مجرم کیفری. کی گفته با بره ماده 198؟ غلط کرده. گوشیو بده به قاضی. چی کار میکنی مشتکیان؟ بابا این ماده 138 بازیه چی؟ راه بگی برو دیگه کارآموز. بفرمایید وکالت. این سرنگی موکل من بودا. آره آدم حسابی بود. موتوریا رو نگاه کن، این محتویات پرونده چقدر زیادن. این مردم چرا قانونمند نیستن؟ من اگه قاضی بودم لایحتم این حجم مال اصلا قانونی نیست. این حجم بیقانونی رو تو مکزیک هم نمیبینی. الان جلوشو بگیرم میگم گواهینامه‌ت کو، جواب من وکیل میخوای چی بدی تو؟ عربده نکش بیقانون. حالا مگه مردم به ما راه میدن انگار مثلا من وکیل طرف مقابلم؟ راه بده دیگه. هوا اینقدر گرمه دارم استرداد میشم. رمز سنا تو بفرست. سنا رمز سنا. من باید این هفته به این حجم ترافیک اعتراض بزنم. نگاه نکن بابا، میام میزنم اون تمرت باطل شه. این که میدونی صندوقش چی شده؟ ضامن ذمه‌اش ذمه شده.